کتاب درباره طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران از انتشارات دبیرخانه شورای ملی مقاومت. تاریخ انتشار اردیبهشت ماه 1402. برگرفته از 5 برنامه پخش شده از تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی 12 تا 16 آبان ماه 1396. مقدمه: ایران سرزمینی است با اقوام مختلف فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن، هر یک با زبان و آداب و رسوم خاص خودشان. زیبایی ایران به این است که علاوه بر جغرافیای 4 فصلش اقوام مختلفی را هم در خودش جای داده است. اما در این سرزمین زیبا ستم مضاعف، یعنی ستم 2 چندان و 2 برابر هم در کار بوده و هنوز هم هست. منظور از ستم مضاعف این است که در حاکمیت شاه و شیخ یک بار همه مردم ایران از هر قوم و نژاد و با هر دین و مذهب، اعم از زن و مرد، تحت سرکوب و ستم هستند. یک بار هم مثلا به خاطر جنسیت، یعنی زن بودن که تقریبا نصف مردها حساب می شوند، و یک بار هم به خاطر ملیت و قومیت دست دوم محسوب می شوند و تحت ستم مضاعف قرار می گیرند. از جمله از حق آموزش و تحصیل به زبان مادریشان محروم هستند، از اینکه آزادانه طبق آداب و فرهنگ و سنت‌های خودشان زندگی کنند محروم هستند. به طور سیستماتیک از اداره امور داخلی خودشان هم محروم نگه داشته شدند. ارگان قانونگذاری برای اداره امور داخلی خودشان ندارند. از اینکه انتظامات و امور انتظامی منطقه خودشان را به عهده داشته باشند محروم هستند. به طور سیستماتیک در منطقه آنها، مثلا بلوچستان یا کردستان، سرمایه گذاری کمتری صورت گرفته و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها یک مدار عقب‌تر است. در واقع بهتر است بگوییم عقب‌تر نگه داشته شدند، چون دست دوم محسوب شدند. پس صورت مسئله این است که در عین حفظ تمامیت ایران، در عین حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی، برای رفع ستم مضاعف و برای اینکه هیچ ایرانی دست دومی وجود نداشته باشد چه باید کرد؟ جوابهای شاه و شیخ به این سوال روشن است و در عمل آزموده شده و با یک نگاه به تاریخ 100 ساله معاصر ایران می توان دریافت که جز سرکوب و ستم مضاعف چیزی نبوده است. شاه و شیخ نه فقط کمترین حقی برای اقوام مختلف ایران قائل نبودند و نیستند، نه فقط رفع ستم مضاعف را لازم و ملزوم و لازمه وحدت ملی و تمامیت ارضی و یکپارچگی نمی‌دانستند، بلکه هر گونه حق طلبی در این موارد را هم با برچسب تجزیه طلبی سرکوب کردند. تصاویر اعدام جنایتکارانه جوانان کرد در سال اول پیروزی انقلاب ضد سلطنتی از اذهان پاک نشده. محرومیت مضاعف مردم کرد هنوز هم بیداد می کند و همه روزه خبر کشته شدن کولبران محروم منتشر می شود. درد و رنجی بی پایان که دل هر ایرانی آزاده ای را به درد می آورد. اما در ایران آینده و در ایران پس از سرنگونی آخوندها چگونه با این مسئله برخورد خواهد شد؟ خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در گرد همایی بزرگ مقاومت در شهر ویلپنت پاریس در تاریخ 9 تیر ماه 1397 چنین گفت: ما به پیریزی جامعه‌ای فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی، دموکراسی و برابری است. همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابری زن و مرد،
از حق انتخاب آزادانه پوشش، از جدایی دین و دولت، از خودمختاری ملیت‌ها، از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراها و سندیکاها دفاع کرده و دفاع می‌کنیم. طرح 12 ماده‌ای شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که 35 سال پیش تصویب و اعلام شده، هنوز هم یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی است و سرانجام ایران آزاد یک ایران غیر اتمی در همزیستی مسالمت آمیز با همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری. پایان نقل قول از خانم رجوی. این تصویر فردای ایران با خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران است. طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که خانم مریم رجوی آن را یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی معرفی کرد چیست؟ چه موادی دارد؟ پیشینه‌اش چیست؟ و در چه شرایطی به تصویب رسیده است؟ آیا یک طرح خلق الساعه است یا در رنجها و مبارزات و رزم خون فرزندان ایران زمین ریشه دارد؟ آیا مشتی الفاظ یا ردیف کردن کلمات خوب در کنار هم است یا محصول یک پروسه مبارزاتی مشخص؟ این کتاب تلاشی برای پاسخ به همین سوالات است. فصل اول، پیشینه ها. در مورد پیشینه طرح خودمختاری باید به ابتدای حاکمیت خمینی در سال 1357 برگشت. در جریان انقلاب ضد سلطنتی و بعد از سقوط رژیم شاه، کردستان هم مثل سایر مناطق و استانهای ایران قیام کرده بود. اما بهار آزادی در کردستان خیلی زود گذر بود، چون هنوز 1 ماه نشده درگیری‌ها و سرکوب در اواخر اسفند همون سال شروع شد و بیوقفه ادامه پیدا کرد که تا همین امروز هم ادامه دارد. در ابتدای انقلاب ضد سلطنتی خمینی عجله داشت که جمهوری اسلامی را سریعاً به رفراندوم بگذارد و در حالی که در اوج محبوبیت بود، به قول خودش با نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر از تصویب مردم بگذراند. از این رو سریعاً رفراندومی را ترتیب دادند که فقط در اون 2 گزینه وجود داشت: جمهوری اسلامی آری یا نه. اما خمینی مشخص نکرده بود که منظورش از جمهوری اسلامی دقیقاً چیست و چه محتوایی دارد. عامه مردم هم نمی‌دانستند که او قصد دارد حکومت آخوندی و ولایت فقیه را تحت نام اسلام غالب کند. برای آشنایی با نظرگاه و رویکرد خمینی و جوابهایش به مسائل مختلف از یک طرف و شناخت مواضع مجاهدین به عنوان آنتیتز خمینی که بعداً در شورای ملی مقاومت و برنامه و مصوبات آن مدون شد، به بخش زیر از صفحه 365 به بعد کتاب استراتژی قیام و سرنگونی نوشته آقای مسعود رجوی در سال 1388 ارجاع می دهیم. در این کتاب چنین آمده است: خمینی تا 10 روز قبل از آمدن به ایران از حکومت اسلامی دم میزد و کلمه جمهوری و حاکمیت جمهور مردم برای او بسیار نامأنوس بود. شعار وحدتگرایانه او هم، یعنی همه با هم، نیز به دور از میدان عملیاتی مبارزاتی و عاری از ارائه خط مشی
و برنامه و آلترناتیو مشخصی بود. از معرفی شورای به اصطلاح انقلاب و دولتی هم که 2.5 ماه قبل از اون در نیمه آبان 1357 مخفیانه تشکیل داده بود تفره می رفت و آن را از میلیون‌ها مردمی که در خیابان‌ها برای او شعار می دادند قویاً مخفی نگاه می داشت. در 3 بهمن 1357 روزنامه‌های آن زمان نخستین گفتگوی او را با خبرنگاران ایرانی درباره حکومت اسلامی و اینکه در آن دیکتاتوری وجود ندارد منتشر کردند. به برخی سوال و جوابها و دجالیتی که در آن موج میزند توجه کنید. سوال: آیا اعضای کمیته شورای انقلاب اسلامی و دولت قبلاً معرفی خواهد شد یا نه؟ جواب: در بهشت زهرا راه خود را اعلام می‌کنیم و حرفایی را که باید مقدمتاً زد خواهم زد. سوال: حضرت آیت الله ممکن است بفرمایید شکل طبقاتی این کمیته اسلامی چگونه خواهد بود و آیا نماینده از طبقه کارگر و روشنفکر در آن خواهد بود یا اکثریت اعضای کمیته از روحانیان خواهند بود؟ جواب: نه خیر، از روحانیون نخواهند بود. روحانیون هم مثل سایر طبقات نماینده خواهند داشت. سوال: ممکن است خطوط اصلی این حکومت اسلامی را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بفرمایید؟ جواب: اینها اموری نیست که بتوانم اون را برای شما تشریح کنم. سوال: منظور این است که در حکومت اسلامی ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود یا هنوز معلوم نیست و آیا ابزار تولید در دست دولت خواهد بود؟ جواب: آن هم باید مورد مطالعه قرار گیرد. سوال: در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی را در نظر دارید و آیا فکر می‌کنید باید محدودیت‌های قائل شد؟ جواب: اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت باشد. سوال: آیا فکر می‌کنید گروه‌های چپ و مارکسیست هایی که در ایران هستند؟ خمینی قبل از پایان سوال خبرنگار جمله او را قطع می‌کند و جواب می‌دهد: اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می‌شود و اگر نباشد فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد. سوال: نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا در امور کشور شرکت خواهند داشت؟ مثلا آیا وزیر خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لیاقت نشان بدهند. جواب: اینها بسته به این است که حکومتی که پیش می آید تکالیف را معین کند. الان وقت این حرفا نیست. سوال: چون من را به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهنده این است که نهضت ما نهضتی مترقی است، ولی دیگران کوشیدند آن را عقب مانده نشان دهند. فکر می کنید آیا زنان ما حتما باید حجاب داشته باشند و مثلا روسری روی سرشان باشد؟ جواب: اما این که شما را پذیرفتم، بنده شما را نپذیرفتم. شما آمدید اینجا و من نمیدانستم شما میخواهید بیایید اینجا که من پذیرفتم. سوال: فکر مالکیت در حکومت اسلامی و به خصوص مالکیت ارضی چگونه خواهد بود؟ جواب: اینها بعداً روشن خواهد شد. سوال: به نظر شما وضع روزنامه‌ها چگونه باید باشد؟ جواب: روزنامه‌هایی که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه‌هایی که نوشته‌هایشان گمراه کننده نباشد آزادند. سوال: بر اساس نامه‌ها و تلفن‌هایی که می‌شود، بعضی‌ها می‌گویند که ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد می‌رویم. جواب: آنها عمال شاه هستند. آنها که این حرفا را می‌زنند
سالهاست که میزنند و اینها را شاه به آنها دیکته کرده است و آنها به شما میگویند. برای اینکه بخواند شاه را برگردانند به آنها بگویید شاه دیگر بر نمیگردد و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلاً وجود ندارد. خمینی 4 روز بعد از ورود به تهران طی پیامی به شرح زیر بازرگان را در 16 بهمن 57 به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد و مهمترین کار این دولت را انتخابات مجلس مؤسسان شمرد. ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی که شما الان میبینید و دیدید تا کنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان زعامت بفرمایید یا به رهبری همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی را معرفی میکنیم، رئیس دولتی را معرفی میکنیم موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد. لذا ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد. روز بعد متن مکتوب حکم نخست وزیری بازرگان هم منتشر شد. در این حکم که به تاریخ 6 ربیع الاول سال 1399 هجری قمری یا 15 بهمن 1357، یعنی در 3مین روز ورود خمینی به تهران نوشته شده است، خمینی خطاب به بازرگان که او را مأمور تشکیل دولت موقت کرده است میگوید: ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. بنابراین دولت موقت علاوه بر اداره امور جاری کشور 3 وظیفه دارد. 1. انجام رفراندوم درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی. 2. تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی. 3. انتخاب مجلس نمایندگان ملت. پس 1 هفته قبل از سقوط رژیم شاه در 22 بهمن هم رفراندوم و هم جمهوری اسلامی از پیش تعیین تکلیف شده بود. خمینی گفت به مجرد این که این نظام به هم بخورد جایگزین آن را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی و متکی بر قوانین اسلام. پایان نقل قول از خمینی. 2 هفته بعد از 22 بهمن هم خمینی در روز 9 اسفند اعلام کرد: آنچه این جانب به آن رأی میدهم جمهوری اسلامی است، نه 1 کلمه زیاد و نه 1 کلمه کم. روز بعد پس از رسیدن به قم برادران گفت: آنها که در نوشتجاتشان از جمهوری دم میزنند، جمهوری فقط یعنی اسلام نه، آنها میخواهند باز همون مصائب را با فرم دیگه برای ما به بار بیاورند. 1 روز قبل از میتینگ بزرگ مجاهدین در خزانه در 4 خرداد 1358 خمینی باز هم شخصا به صحنه آمد و برای نفی دموکراسی و دموکراتیسم و برای آببندی کردن اسلام دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسلامی که حرف مجاهدین بود و بازرگان هم از آن حمایت کرده بود گفت: هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست، برای اینکه دشمن اسلام است.
هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست. هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید او دشمن ماست. برای اینکه معلوم است اسلام را نمیخواهد، ما اسلام را میخواهیم. پنج روز بعد از اون که در 9 اسفند 57 خمینی جمهوری اسلامیش را با حکم نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر اعلام کرد، بیش از 1 میلیون نفر از مردم تهران در 14 اسفند به مزار دکتر مصدق شتافتند. پدر طالقانی که نخستین سخنران بود با بیاناتی بسیار رسا و شیوا از مصدق به عنوان مرد ملت و مرد نهضت تجلیل کرد و اینکه چگونه مانند حضرت موسی در دربار یا پیرامون دربار قاجار بزرگ شد اما تحول پیدا کرد و مرد ملت شد. مانند پزشکی ماهر بر روی نقطه درد انگشت گذاشت که همون نفت و ملی کردن آن بود. نام او برای دشمنان ملت وحشت انگیز بود. در مقابل ملت مثل خاک خضوع می کرد، اما در مقابل استعمار قوی انگلیس که سیطره‌اش تمام دنیا را گرفته بود مثل شیر می غرید. پدر طارقانی همچنین خاطره‌ای از یک دیدار خصوصی خودش با کاشانی را نقل کرد و گفت: روزی که گفتگو بود در بین مردم که کاشانی از زاهدی حمایت می کند و توطئه‌ای در کار است، پنهانی رفتم منزل ایشان. او در اتاقش تنها بود. بریده‌ای از خربزه در دست داشت، به عنوان تعارف جلو من گرفت. گفتم: حضرت آقای آیت الله دارند زیر پایت خربزه میگذارند، مواظب باش. گفت: اینطور نیست، من حواسم جمع است. به نقل از کتاب مجموعه گفتار پدر طالقانی، سخنرانی‌های عمومی، صفحه 29 تا 47 انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، مرداد ماه 1359 تهران. پدر طالقانی سپس به تفصیل توضیح داد که چگونه شیطان و هوای نفس باعث جدا شدن کاشانی از مصدق گردید و این طبعاً برای دار و دسته خمینی بسیار گزنده بود. آقای رجوی می افزاید: وقتی پس از پدر طالقانی نوبت به من رسید، از جانب مجاهدین در برابر 1 میلیون نفر از مردم تهران جواب جمهوری اسلامی مورد نظر خمینی را دادم و گفتم تصویب آن در شکل رفراندوم پیش بینی شده از طرف دولت از پیش محرز است. اما ما میگوییم جمهوری اسلام بله، ولی سوء استفاده ارتجاعی از اسلام نه. بر همین اساس فکر میکنیم که خصایص ضد استعماری، ضد دیکتاتوری و ضد ارتجاعی این جمهوری که بایستی حافظ حق و حقوق تمامی مردم باشد که در سراسر این کشور زندگی میکنند، مبرمترین خصایص این جمهوری است که این جمهوری به خصوص باید در نهایت عدل بلکه بیشتر و در نهایت قسط تمام آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در مورد طبقات و نیروهای مختلف افاده کند. همچنین تأکید بر نقش اجتماعی مستضعفین و طبقات محروم کارگر و دهقان جامعه را در صدر برنامه خویش قرار بدهد. و الا بدیهی است که بر حسب بیان صریح سوره ماعون اگر منع ماعون نموده یا به اصطلاح آلات و ابزار زندگی و تولید و منافع آنها را منحصر به قشر و طبقه به خصوصی بکنیم، تکذیب دین و تکذیب اسلام است. با توجه به سوء استفاده خمینی از کلمه اسلام،
و مترادف کردن آن با ارتجاع و دیکتاتوری ولایت فقیه و بهره کشی، ما در نقطه مقابل او امن داشتیم که بر محتوای واقعی و روح اسلام که ضد استبدادی و ضد استثماری و مبشر آزادی است تأکید کنیم. به این ترتیب خمینی را به لحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح و دجالیت او را افشا می کردیم و او از همین به غایت می سوخت. رویارویی با خمینی بر سر رفراندوم. دجالیت دیگر خمینی این بود که شرکت کنندگان در رفراندوم را بین رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر می کرد. بنابراین در تبلیغات شبانه روزی خمینی و دستجات چماقدار و حزب اللهی او که به تازگی میداندار شده و در همه جا عربده می کشیدند حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، مجاهدین بار دیگر در 27 اسفند 57 درباره رفراندوم و نحوه استقرار جمهوری اسلامی اعلام کردند که اسلام و جمهوری اسلامی صرف نظر از هر پیشوند و پسوند برای سازمانی که از آغاز حامل یک رسالت مکتبی بوده است البته کمال مطلوب است، مشروط بر این که آنچه به نام اسلام ارائه می کنیم حقیقتاً اسلامی و بدور از هر شائبه شرک‌آمیز استبدادی و استعماری و استثماری باشد، اسلامی پاک، مردمی و مبرا از جعلیات، زنگارها و رسوبات طبقاتی قرون و اعصار. و الا بدیهی است وجدانهای آگاه و انقلابی مسلمانان هرگز سوء استفاده ارتجاعی از نام اسلام را روا نخواهند داشت. در مورد شکل استقرار جمهوری اسلامی نیز سؤال مطروحه در رفراندوم پیش بینی شده تا آنجا که به نظرخواهی در مورد سرنوشت رژیم سلطنتی و بود و نبود آن مربوط می شود اساساً بی‌مورد و منتفی است. زیرا اگر به گور سپردن لاشه سلطنت هنوز محل سؤال و تردید باشد، معلوم نیست که به چه مجوزی و در کادر چه نظامی دولت مهندس بازرگان معرفی شده و به کار پرداخته است. البته اگر قبل از روی کار آمدن دولت مهندس بازرگان چنین سؤالی مطرح می شد، باز می شد محملی برای اون ساخت، ولی اکنون مثل این است که کسی اول درب را باز کند و بعد اجازه ورود بگیرد. مگر خود آقا بارها و بارها در پاریس بر حقوق عموم طبقات و نیروهای مردم دایر بر حق انتخابات و اظهار نظر آزاد همگان تأکید نکردند؟ پس چرا باید اینطوری عمل شود که انعکاس درستی نداشته و این شبهه را ایجاد کند که ما را فقط میان رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر کردند و ولا غیر؟ آیا ما دوست داریم که بر فرض هم که کسی با جمهوری اسلامی موافق نباشد با دادن رأی مخالف به جانب رژیم طاغوتی سلطنت گرویده و موافق آن قلم داد شود؟ یا اینکه معتقدیم که هر که با ما نیست ضد ما و علیه ماست؟ یا می‌خواهیم سایرین را وادار کنیم که از ترس سلطنت به اکراه و اجبار به جمهوری اسلامی رأی بدهند؟ بنابراین به اعتقاد ما و بر حسب این قاعده روشن و صریح اسلامی که هیچ گونه انتخاب و قرارداد و عقدی که در آن اجبار روا شده و از ابراز تمایل و اراده آزاد افراد و گروه‌های انسانی به نحوی از آنها ممانعت شده باشد معتبر و اصیل نیست، از دولت آقای مهندس بازرگان تقاضا می‌کنیم ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان انتخاب آزاد هر شکل از حکومت برای هر فرد
یا گروهی در نظرخواهی وجود داشته باشد.